عدد دوستایی که میخواین که حجم بگیرن و یا وزن خود بالا برن، فقط هفته 4 روز تمرین بر ما کفایت میکنه. سنده مندی، تیوزدی آف، وینزدی and ترزدی، جمعه و هفته آف. یک شنبه 4 حرکت از سینه و 4 حرکت از پشت بازو و دو شنبه 4 حرکت زیر بغل و 4 حرکت پیش بازو. سه شنبه رخصت، 4 شنبه 7 حرکت از شانه و 5 شنبه 7 حرکت از پد. 3 پیش رو، 3 پیش سر و یکی هم ساق پای. حدود تمرینی استاندارد لیول 45 دقیقه است. اگر شما در 45 دقیقه این تمرین هایتان انجام داده نمیتونید، کوشش کنید که از 1 ساعت زیاد نشود. یعنی رستتان اگر سیت هایتان میخواین که ریکاوری کنین، کم رست بگیرین. پس 1 ساعت هم مشکل نیست اگر شما در 1 ساعت هم تمرین هایتان برسونید. هفته 4 روز تمرین باعث میشه تا شما ریکاوری بهتر داشته باشید.